یه لحظه فکر کن اینجایی، دقیقا توی همین خانه کوچک. این خانه کوچک پوشیده از برف دقیقا همان چیزی است که روان آدمی گاهی به آن نیاز دارد. گاهی روح ما برای اینکه دوباره خدا را ببیند باید از همه نورهای شهر دور شود. در این سکوت سرد دیگر صدایی نیست که حواسمان را پرت کند. نه تماس، نه پیغام، نه قضاوت، نه حتی صدای خودمان. فقط نفس گرم خانه و صدای در همین خلوت است که ناگهان حضور کسی را حس می‌کنیم که همیشه آنجا بوده، اما ما در شلوغی شهر گمش کرده بودیم. خدا در قله‌ها پنهان نیست. این ما هستیم که در دره‌ها گم شده‌ایم. این خانه به ما یادآوری می‌کند گاهی برای یافتن خدا کافی است یک در چوبی را باز کنی، یک چراغ روشن کنی و اجازه دهی سکوت تو را به او برساند.